نیروهای قرغیزستان صبح 8 август بعد از یک کوشش ناکام بازداشت президенти собиқ Алмосбек Отамбоев деҳаи Қой Тоши ناحیه Бишкекро тарк намуданд. در نتیجه این عملیات یک نظامی کشته و 45 نفر دیگر با جراحت‌ها به شفاخانه انتقال یافتند. این قرار بعد از آن قبول کرده شد که در نتیجه مذاکرات طرفداران اوتامبویف راضی شدند 6 نظامی به گرو گرفته شده را رها کنند. عملیات ناکام بازداشت اوتامبویف در منزل زیستش 7 август شروع شد. مقامات اصرار می‌ورزیدند که президенти собиқ برای بازپرسی به نزد مفتشان نرفته است. از این رو آنها تصمیم گرفتند که او را برای بازپرسی مجبوراً به نزد مفتشان برند. صبح 8 август президенти собиқи قرغیزستان Отамбоев در شبکه تلویزیونی اپریل که از جانبدارانش به شمار می رود از اظهارات نشر نموده کوشش بازداشتش را غیر کنستیتوسیونی و غیر قانونی نامید. Отамбоев گفت او رضایت داده است به سوالهای مفتشان خطی پاسخ گوید، ولی مقامات به دعوت‌های او که در چهارچوب قانون می باشند گوش ندادند. Отамбоев افسوده است که حاضر است به هر سؤال پاسخ دهد، زیرا عیب‌نامه‌ای در فساد دست داشتن او اساس ندارد. президенти собиқи قرغیزستان از مقامات دعوت کرد که تا آنها وعده دهند که نیروهای تعیینات خاص هیچگاه به طرف مردمشان تیر نمی‌کشاید. الماسبک Отамбоев به غیر قانونی آزاد کردن دزد قانونی عزیز به توکایف گمان بر می شود و همچنان به غیر قانونی صاحب شدن قطعه زمین در دهه قوی توش، فسادکاری هنگامی بازسازی مرکز گرمیدهی بیشکک، فشار به وکیلان پارلمان، دادرس‌ها، فعالان مدنی و رسانه‌ها متهم است، ولی خود او گفته است هیچ یکی از اتهام را قبول ندارد. الماسبک Отамбоев 62 ساله که دوام 6 سال از آخر سال 2011 تا نوامبر سال 2017 президент قرغیزستان بود، بعد از ختم مهلت президентیش در بوستانسرای در کنار شهر بیشکک زندگی می کند. Sağ olun.